بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و درود بر ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله عظمی امام خامنه ای و با سلام و درود بر خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان عزیز. بینندگان و شنوندگان عزیز توجه فرمایید. بینندگان و شنوندگان عزیز توجه فرمایید. در 2 روز اخیر یکی از فرزندان ایران به ایران بازگشت. مهدی هاشمی به آغوش گرم ملت خودش برگشت. من از آن دسته از کسانی که مخالفت با جمهوری اسلامی ایران می‌کردند و در خارج از کشور سر می‌برند خواهش می‌کنم به آغوش گرم خانواده خود برگردند. این کشور جمهوری اسلامی ایران خواهان فرزندان خود هستند که ناآگاهانه از کشور خارج شدند. بینندگان و شنوندگان عزیز، مهدی هاشمی رفسنجانی، این بزرگ فرزند جناب آیت الله هاشمی رفسنجانی به ایران بازگشت و میدانست که چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، ولی با غیرتی که در او بود به ایران بازگشت و ملت ایران او را در آغوش گرفت. هر کس که به جمهوری اسلامی ایران ایمان بیاورد و به آغوش او برگردد، ما صمیمانه پذیرای او هستیم و امیدوارم بازیگران، کارگردانان، نویسندگان، خبرنگاران و فعالین سیاسی که ناآگاهانه از کشور خارج شده‌اند به جمهوری اسلامی ایران بازگردانند و این را بدانند مهدی هاشمی اولین کسی نبود که به ایران بازگشت. مهدی هاشمی آغاز یک نوین آزاد برای جمهوری اسلامی ایران بود. من از آقای فرامرز فروزنده نیز تشکر می کنم که خود را در تلویزیون پارس اعلام کرد که قرار باشد که آذربایجان و یا شهرهای و یا استانهای ایران جدا بشوند از ایران، به جمهوری اسلامی باز خواهم گشت و نگذارم این خاک ایران تجزیه شود. من صمیمانه از ایشان تشکر می کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمیدرضا احمدآبادی. هر کس که به جمهوری اسلامی ایران ایمان بیاورد و به آغوش او برگردد، ما صمیمانه پذیرای او هستیم و امید